مولانا میگه که یه خیاطی بود توی شهری، این کسی رو دستش نمیزد، از بس در کارش برای دزدیدن پارچه حرفه‌ای بود. یه پارچه رو میبردی 3 متر، بهش میگفتی یه کت شلوار برای من بدوز، این شروع میکرد با تو جوک گفتن و لطیفه گفتن، و اصطلاحاً به جوک و لطیفه در اون زمان میگفتن لاغگویی. شروع میکرد لاغگویی کردن، سر فردو گرم میکرد و شروع میکرد نمیدونم جوک میگفت و لاغه میگفت و چرند و پرند میگفت و اینقدر سر اینه گرم میکرد تا این میخندید، سرش که بالا میرم از پارچه میبرید. بعد بهش میگم معذرت میخوام شما 1.5 پارچه آوردی، میگی که 3 متر آوردم، این 1.5 متر بیشتر نیست. من 3 متر پارچه آوردم، همین الان پارچه رو خریدم. میگفت حتما فروشنده بهت کلک زده، یعنی 1.5 متر بیشتر نیست، 3 متر کجا بود؟ تمام مردم شهر از این خیاط رو دست خورده بود، حتی وزرا. یه بار وزیرا داشتن داستان برای نخست وزیر تعریف میکردن که یه خیاطی هست کسی چارش نمیکنه، حتما از پارچت میزنه. گفت یعنی شما فکر کنید چاره من میکنه؟ گفتن بابا تو که سهلی، 100 تا مثل تو رو حریفه. گفت حاضرید شرط ببندیم؟ قسم میخورم که این آدم هیچ غلطی نمیتونه بکنه، من لبخند بهش نمیزنم. شرط بست، اطلسی زربفت گرانبهایی رو برداشت، سوار اسب شد با یال و کوپالی. قسم خورد که کوچکترین توجهی به خیاط نکن. رفت پارچه رو انداخت جلوش، بهش گفت ببین یه کتی شلواری زی شلواری چیزی برای ما بدوز ببینم چیکار میکنی. خیاط تا دید این نخست وزیره، از مغازه اومد بیرون، شروع کرد چپ ستایش کردن و راست ستایش کردن، رو به آسمان سر و بالا برد و گفت چیکار داری میکنی؟ گفت باید ببینم آفتاب از کدوم طرف دمیده که حضرت نخست وزیر تشریف آورد. قدم روی چشمای ما گذاشت، رفت تو جملات وی آی پی و بگو و بخند و جوک و شوخی و اینم خودشی گرفته بود که نخنده، ولی اینقدر جوکا ناب و دست اول بود، استارت و زد. آقا ایخن سر رفت بالا، برید و گذایستی، سر اومد پایین، برید و مولانا میگه کار خنده نخست وزیر به جایی رسید که خود خیاط زد رو کتفش، بهش گفت قربونت برم دیگه بس دیگه، فقط یه شورتی مونده برات. یکی از آقایون تو کیفش این عکس زنشو نگه می‌داشت و همیشه به همکاران نشون میداد و همه همکاران بهش افتخار میکردن، بالاخص خانوما. ازش میپرسیدن این عکسو برای چی نگه میداری؟ میگفت من هر موقع یه مصیبتی مشکلی چیزی برام پیش میاد، نگاه به جمال همسرم میکنم، آروم میگیرم و اصلا اون مشکل و اون مصیبت از یادم میره. و همه بهش تبریک میگفتن. تا یه بار یکی از آقایون اومد بهش گفت تو رو به روی پدرت یه عکس برای چی نگه داشتی تو کیفت؟ بهش گفت جان خودت نمیدونی، هر وقت یه مصیبتی مشکلی برام پیش میاد که ناراحت میشم، این عکس رو نگاه میکنم ببینم یه مصیبت عظمایی تو خونه دارم، اصلا این مشکل. آره. زنه به شوهرش گفت عزیزم تو از زن خوشگل خوشت میاد یا از زن با شعور؟ گفت هیچ کدوم عزیزم، فقط از تو خوشم میاد، فقط از تو. زنه به شوهرش گفت عزیزم تو از تیپ و قیافه من بیشتر لذت میبری یا از اندامم؟ گفت اعتماد به نفست من کشتا. بعضی از زن و شوهرها متاسفانه بسیار نامردانه علیه همدیگه اقامه دعوی میکنن و علیه همدیگه پرخاش میکنن تا مراحل خیلی خیلی ناجور. مرده از توی توالت، زنه مرده توی توالت عمومی شهر بود، زنه براش مسیج میزنه که کجایی؟ مرده تو جواب نوشت براش که خونه باباتم. زنه هم کم نیاورد، نوشت که غذا چیزی درست نکرد، همونجا یه چیز بخور و بیا. مدیر اداره یه پارچه ای رو برداشت اومد خونه، شلوار نوعی خریده بود، اومد خونه. رئیس کل یه اداره گفت خانم، با زن و بچه هاشم اختلاف داشت، گفت خانم معذرت میخوام، من فردا سمینار دارم، دبیر سمینارم هستم،
محبت کن، این شلوار 15 سانت بلنده باید پرو بشه. گفت بشین خبر مرگت نیومدی، ساعت 11 هم که اومدی میخوای من برات شلوار کوتاه کنم؟ به دخترش گفت دختر گلم شلوار بابات فردا جلسه دارم، مسئول جلسه هم منم. گفت بابا ببین من درس دارم، امتحان دارم، من از رضای خدا به من پیله هیچ. گرفتن خوابیدن. مرده دید خوابش نمیبره، گفت حالا که خوابم نمیبره حداقل بلند شم این شلوار رو پرو کنم کوتاه کنم. بلند شد 15 سانت کوتاه کرد و پرو کرد و لبه دوزی کرد و اتو کرد و گذاشت سر جاش. گرفت خوابید. نصف شب زنه ساعت 3 از خواب بلند شد، گفت بالاخره شوهرم خبر مرگش همیشه هم درگیره ولی بالاخره مدیر کلی اداره است، بالاخره همسرم دیگه. بلند شد 15 سانت کوتاه کرد و لبه دوزی کرد و اتو کرد و گذاشت سر جاش. دم صبح بعد از نماز دختره بلند شد برای امتحاناش، همش یاد پدرش میافتاد، میگفت نمیشه. بالاخره بابامه 15 سانت لبه دوزی کرد و برید و کوتاه کرد و اتو کرد و هیچ مرد فردا با شور رفت سر پرده. یه دندون پزشکی میگفت تمام افتخارم اینه که تونستم صدها زن رو روی صندلی کارم قرار بدم دهنشون تا بناگوش باز، اما جرأت و قدرت یک کلمه حرف زدن. یه بار توی مجلس یه خانمی رو دید، برگشت بهش گفت که خانم شما چقدر جذاب و خوشگلی. خانم برگشت با یه ژستی گفت که نمیدونم چی باید بهت بگم. گفت هیچ، تو هم یه دروغی مثل من بگو، حالا خیلی بهت فشار میاد دروغی.